میتوان کتاب های بسیار خوب را خواند، کتاب های زیاد خواند، اما به هیچ کدام از آنها عمل نکرد. زیرا کم نیستند نفرانی که صدها و بلکه هزاران کتاب خواندند اما حتی به پارچه از آن، به خط از آنها عمل نکردند و نمی کنند. و حتی کتاب آسمانی ما مسلمانان نیز استثنا نیست. بسیارند کسانی که قرآن را بارها خواندند اما حتی به معنای تاجیکی آن توجه نداشتند و تا فهمی عمیق و عمل به آن فرسنگ ها فاصله دارند. حضرت اقبال لاهوری بر این مسئله تاکید میکنند که کتابی قرآن را زیر بغل زده ای و حتی فخر فروشی میکنی که آن را بارها خوانده ای اما دریغ ذره از آن به عمل نزدیکی نداری که کوچکترین نشان از آن را شهادت دهد. پس آنچه خوانده ای مغرور نشو، سراغ فهم عمیقی این آیت و به یافتن لب لباب آنها بره و سپس با آنها عمل کن. حضرت اقبال میگویند ای که میداری کتابش در بغل، ای که میداری کتابش در بغل، تیزتر نه پا به میدان عمل. و شاید نفرانی هستند که دعوا میکنند که حضرت اقبال، حضرت مولانا، حضرت حافظ و این بزرگان ما بسیار مضمونهای پیچیده و مرکب را بیان کردند و ما آنها را میخوانیم و نمیفهمیم. و خوشبختانه من برای نفرانی که میخواهند جمله های ساده و روان را مطالعه کنند، من دو کتاب از روندا برن را توصیه میدیم که یکی قدرت و دیگر معجزه شکرگزاری نام دارد. این دو کتاب از یک مؤلف یعنی روندا برن و کتابی نخستین او راز قدرت و معجزه شکرگزاری، هر سه این کتاب را مرکز خرد نشر نمود و میتواند به خاطر شناخت خود، به خاطر همان دارایی که ما در باطن داریم آنها را کشف کنید و با یک راز بسیار ساده و با مفهوم‌های بسیار فهما و با مثال‌هایی که همه روزه ما با آنها سر و کار میگیریم آشنا شوید. میتوانید این کتاب‌ها را مطالعه کنید. کتاب‌های ما را از همین سوپرمارکت‌های یاور میتوانید دسترس نمایید. با مرکزی خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید و بهترین کتاب‌ها را مطالعه نمایید.